صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 3: رستاخیز آریانا و نفوذ دولتداری و تمدن الینی، اصطلاح اسکندر مقدونی و تلاش‌های استقلال خواهی مردم باختر و سغد. انتیوخ تا دوره شریک حاکم شدنش در دربار سلجوق اعتبار کلان داشته با سپارش پدر وظیفه‌های مهم دولتداری را ادا می‌کرد. بعد سال 293 پیش از میلاد او عنوان شاهی را صاحب شده اداره‌کنی قسمی بزرگ امپرای سلجوقیان از جمله سرزمین ایران و آسیای میانه را به عهده داشت و خود را وارث آریا شهر می‌سابید. موافق معلومات پلینی بعد سراپا خراب شدن اسکندریه مراغه از جانب قبیله‌های بربری، انتیوخ به جای آن شهری نو بنیاد نموده نامش را انتیوخیه می‌گذارد. سپس برای پیشگیری هجوم و امین داشتن سرحد از تاخت و تاز قبیله‌های کجمنچی آریایی‌های تورانی، انتیوخ امر می‌دهد که حدودهای مراغه را با دیوار درازی 250 کیلومتر استوار نمایند. آنگونه که دیوار بزرگ چین با وجود 10 متر بلندی و 4000 کیلومتر درازی داشتند، امپراتورهای خیتای را از هجوم قبیله‌های کجمنچی خونها نجات دادن نتوانست. دیوار طولانی مرو نیز سد راه قبیله‌های بادیه‌گرد آریایی‌های تورانی نگشت و بعضی مورخان تخمین می‌زدند که هجوم قبیله‌های بربری سکایی مرغیانی ها سلجوق را وادار نمود که انتیوخ را به طور تعجیلی شریک حاکم و شاه قسمت شرقی امپریا تعیین نماید. در هر صورت بعد مرگ سلجوق یک و زمان حکمرانی قریب 20 ساله انتیوخ یک همچون شاهنشاه یگانه امپرای سلجوقیان حرکت‌های استقلال خواهی در باختر و سغد و پارت اوج می‌گیرد. شاید در میان وارثان برخاستن دعوا برای صاحب شدن به تاج و تخت، همچنین کاهیدن اقتدار حربی و طول کشیدن جنگ در قسمت‌های غربی امپریا باعث افزودن جنبش‌های آزادی‌خواهی گردیده، عاقبت به پدید آمدن دولت‌های علاهیده یونان و باختر و پارت در آسیای میانه سبب شد که آنها از هیئت امپرای سلجوقیان جدا شده مستقلانه فعالیت می‌کردند. صرف نظر از همه این، تأثیر تمدن الینی و فرهنگ یونانیان به آسیای میانه راه یافته قبل از همه در صنعت معماری و شهرسازی و هیکل‌تراشی مقام ارزنده پیدا می‌کند. عنصرهای تئاتر، موسیقی، صنعت تصویری، کلالی، آثار ادبی و فلسفی و میفولوژی الینی بر رسم و رسوم و آیین‌های آریایی تأثیر گذاشته تمدن آریایی را با دستاوردهای غرب غنی‌تر می‌سازند. در زمان دولتداری سلجوقیان و دولت یونانی اساسی باختر به جای خط باختری خط یونانی قبول شده در کارگزاری دولتی و رسالت مأموری جاری می‌گردد. نفوذ زبان دولتی یونانی نیز در این دوره خیلی بالا رفته مقام زبان‌های محلی باختری، سغدی و پارتی را تا رفع محدود می‌سازد. با وجود نفوذ تمدن الینی، اصطلاحگران یونانی در سرزمین اجدادی تاجیکان، باختر و سغد با فرهنگ بلندپایه آریایی، نظام دولتداری پیشرفته، دین صاحب کتاب دارای جوهری والای فلسفی و اخلاقی دوچار آمده بسیار دستاوردهای مدنیت آریایی را پذیرفتند. یعنی هم در دوره دولتداری اسکندر مقدونی و هم در عهد سلجوقیان با وجود نفوذ الینیسم تأثیر دو جانبه تمدن آریایی و یونانی به همدیگر احساس می‌گردد. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ ادامه دارد.